مواد درسی و همون نصاب درسی خود تصحیح و اصلاح بکنه. در سال 2002 فیصدی جندر به 5% میرسید از تمام محصلای ما. امروز الحمدلله که 28% تمامی محصلای پانتون کابل قشر اوناس شکل میده و قرار است که تا سال 2022 پانتون کابل فیصدی اشتراک محصلای خانم به 32% ارتقا بده و بناهن سبب شد تا پانتون کابل برنامه ماستری جندر و مطالعات زنان به عنوان یک ارزش، به عنوان یک مکلفیت ایجاد بکنه و امروز که هر ساله به عنوان یکی از برنامه‌های ماستری پانتون کابل 30 تن ما فارغ میدیم. در پهلوی از اینا در قسمت محصلان کارهای عمده‌ای صورت گرفته. خوشبختانه ما زمینه‌های بهتری برای محصلان از خود در لیلیه مساعد کردیم از لحاظ معیاری ساختن لیلیه و از طریق ایجاد یک کامپیوتر لب در داخل لیلیه بهتر شدن فضای لیلیه، چی برای لیلی دخترها و چی هم برای لیلی پسرها. تلاش شده که لیلیه به عنوان یک مرکز آموزش در پهلوی که یک مرکز زندگی برای محصلین عزیز ما هست، یک خوابگاه هست، این هم تلاش شده که معیاری شه و فرصت‌ها برای محصلین ما در اونجا بیشتر مساعد شود. در قبال دیگه سهولت‌هایش میتونیم مثل کتابخانه مرکزی رو نام برد، کافتریا و اینترنتی که هست در سطح پانتون. این مرکزی رو که اینجا میبینین یکی از قدیمی ترین مؤسسات غیر دولتی است. خوشبختانه بیشتر از 180,000 سند مربوط به افغانستان در اینجا هست و توسط دیتابیس های آنلاین برای مردم افغانستان، برای محققینی که در مورد افغانستان تحقیق میکنن و برای محصلین افغانستان این اسناد در اختیارشان قرار داره. وقتی ما برنامه اعتبارات اکادمیک پانتون، سند اعتبارات اکادمیک پانتون برای اولین بار ما در سال 97 به دست آوردیم، این گام بسیار بزرگی بود که در تاریخ پانتون برداشته شد و ما زمینه‌های گذار پانتون برای رفتن به طرف اعتبارات منطقی و بین‌المللی اساس گذاری کردیم. تمام تلاش ما در جریان 2 سال اخیری بوده که ما نصاب درسی را، نقش استادا را، نقش محصلین عزیزان را در مجموع تمام عواملی که در داخل پانتون بوده معطوف باشه به این که ما زیادتر برنامه‌های درسی را شاگرد محوری بسازیم و در این حال محصولات پانتونی را ما معطوف به مارکت و معطوف به توقعات مارکت داشته باشیم. خوشبختانه در راستای اصلاحات و تغییرات کامله ما شاهد از این هستیم که امروز محصلین پانتون کابل بیشترین زمینه‌های جلب و جذب داخل مارکت در مارکت داخلی از لحاظ استخدام دارن که یک نتیجه محسوسی تلاش‌ها هست. آرزوی من است که نسل بعدی خود حداقل ببینم که بتونه از آدرس از این پانتون به عنوان ساینتیست ها و دانشمندای بسیار قوی هم مانند پانتون های معتبر دنیا فارغ بشن و من مطمئن هستم که اگر ما یک نسل به همین گونه پیوسته و بدون خستگی و با تعهد و تصمیم کار بکنیم، انشالله پانتون کابل به او آرزوهایی که تنها از آن من نیست بلکه از آن همه ملت افغانستان است، این پانتون به اون جایگاه انشالله که ما برسانیم. در جریان 2 سال اخیر پانتون کابل شاهد یک سلسله تغییرات عمیق و تغییرات اساسی و بنیادی هست که شاید اثرات بسیار جدی و عمیق بر واقعیت‌های امروز پانتون و بر سرنوشت آینده پانتون داشته باشند.